نیستم جدیدان آره دریوس چرا پارازیت میپرنی وسط؟ سلام بهم گوجول موجولای عمودا. خیلی خوش اومدید به یک ویدیو جدید و جذاب دیگه. همونجور که دیگه خودتون کوچولو میدونید دیگه بازو از چه قرار هست دیگه. آره ویدیو امروز مربوط هست به یک گیم پلی خیلی زیبا که رفتیم داخل بتل رنگ و خود عموداها همه رو تا دسته جمع کرد. بگو به که میخوایم بریم در ادامه با همین گیم پلی زیبا رو با هم ببینیم و لذت ببریم. لایک ویدیو یادت نره، همین الان زیر کامنت ها بنویس احسنت. رفتیم با موجولای گیل سینا میگه همش میگه آره تو گیل ما یه سری از عده کوچولو هستن که همشون پشم بازن، یعنی البته همشون که کامل همشون پشم باز هستن، ولی خب حالا اینجا دیگه کامل همه پشم بازا رو با هم جمع کردیم که ببریم کلا بتل دور همه که دیگه احسن بتل رویا رو استارت بکنیم با کوچولوها. به اینجا یادت میاد یه سری بردم داخل پیک گفتم گانا رو برداشتی بعد هیچ کدوم تو دستت هم گانا رو نگرفتی، انمی اومد زد پس لومبت با چی کار کردم؟ آره یادمه، همه گانا رو برداشتم برای خودم. احسن، پس لومبت رو با موزر زدم، هنوز جاش هست. یکی از کوچولوها میگفت چرا پشمالو پشماشو نمیزنی؟ خب عزیز من بیا اینم تنبیه پشمالو، ببین با موزه پس لومبشو زدم، یعنی کامل هیچ چی دیگه نیست، همش پشم، هرچی پشم بوده اینقدر زدم پس لومبش نه قرمز شد. یعنی تو فایده ببخش بچه‌ها، راستی اگه یادم رفت کیفیت بده از شهرداری برام چیز اومد، مسیج اومد که برق زیاد مصرف می‌کنه. من به خاطر مجبور شدم کیفیت ویدیو رو یکم بیارم پایین‌تر که هم خودم اذیت نشم هم شما اذیت نشید، چون فایده نداره. میدونید اگه مثلا هر چی بیشتر کمتر کیفیت بالاتر باشه انگار بیشتر کمتر کیفیت بالاتره. آره خلاص آقا اینجا داشت انمی بازیگوشی می‌کرد، داشت پشت قایق پس لومبه. اما تو کلا تو رشته پس لومبه شناسی کلا بچه‌ها چیز داره، به چی میگن؟ آره کلا سررشته داره. اینجا آدریان پشم باز ناک شده بود، رفتم ریوایوش دادم. نه همراه ما داشت میومد می‌خواست دست کنه تو پشم. اینجا اون یارو که زدم خب این آبجیش اومد اینجا ریوایوش بده، زدم پس لومبه. نه اصلا همه تیرای همیتسیا میخوره پس لومبه. حالا همیتسیا کی هسته؟ همیتسیا میشه همین بنده خدا که الان دارم باش باز میکنم، لیدر گیل پشم بازا. لیدر گیل پشم بازا که دیگه عموتوها دیگه خودش اکانت فروخته با همیتسیا. اینجا درگیری خیلی شدیدی بود بین حضاری که تشریف آورده بودن داخل مجلس. اوه مای گاد، از پس لومبه میزد ولی خب منم پایینتر یکم اینجا یه خط ریز گرفتم، ولی خب باز از پشت سر میخواست بیاد بزنه پس لومبمون. اون دریوس هم کلا پس لومبه باز بود، قشنگ از ظاهرش مشخص بود. نمیدونم واقعا چجوری اینجوری پس لومبه رو تشخیص میداد از بین این همه. اینجا یخ‌ها رو شکوندم همه رو با هم. بگو به همینجور. یه انیمه دیگه هم داشت پشت سر چند تا دیگه اسکواد داشتن میومدن. چرا اذیت میکنه دریوز؟ میگم این اذیت میکنه. آره خلاصه اینجا آقا ببین دو تا اینا هم کشتیمش، تریپل کیل شد. به پس لومبا رو میزدم داخل این مچ، خیلی باحال بود. سوار ماشین انیمیا داشتن از اون طرف میومدن. اصلا یه چی بگم، خیلی فایت اینجا زیاد بود، یعنی هر چی بیشتر میرفتیم جلوتر یا کمتر بیشتر فایت میشد. این یخه آخراش بود، یخه داشت میشکست. صدا پا داشت اینجا. به ببین کچل مفنگی اومد دست کنه تو پشمامون، نتونست از پشت سرش فرار کردم. اینجا و از پشت سر باز اینجا هم داشتن میزدن. نگاه اون سر تپه وایسود نشسته بود دریوز. دوریخ و مدکیت رو زدم که اصلا بگو به فرار کردم. رفتم که از پشت سرشون بیام خب سوسکی بزنمشون، دیدم یه دفعه اون یارمونم اینجا جلوتر کشتن بنده خدا. FF7 پشم. نگاش کن اینجا نارنجکا انداختن تو شورتش. منم مجبور شدم یه فرنگو ببندم. الصراط المستقیم من المتساوی ساویه. درست گفتم؟ همش سوس میگه درست گفتیم. خلاصه میگن تو چرا من هرچی میگم بچه‌ها میگن تایید میکنی حرفای منو؟ به خاطر اینکه همش سوس میگی. منطقی. خیلی اینجا داشت بازیگوش داشت ریوایو میداد، پرچمو کوبنده بود اینجا. نگاه اینجا از بین پشماش تیرام رد شد.
یه لحظه پشمام ریخت، گفتم الان تو پش میشه تیرا، اون تو پشماش گیر نمیکنه. ولی خب اینجا ببینید یخو کوبوندم از پشت سر دست کردم تو پشماش به همین راحتی. یکی از بچه‌ها تکنیکایی که خیلی راحت میتونید انمی رو از پا در بیارید همین روش که از پشت سر دست کنید تو وای اون بالا این یعنی اچ پی گوز. نگاه سوپر مد کیت نزده بودم کلا ریق رحمت تو سر کشیده بودم. اینجا نگاه سکه ها رو برداشتم، بگو به به. سکه ها رو که برداشتم اینجا مستقیم رفتم جلوتر و نفس کم می آورد تو زون کاراکترم، ولی خب اشکال نداشت. اینجا موقعیت زدن فراهم بود. اینجا واقعا بچه‌ها یعنی یه چی بگم یه صحنه‌ای بود که واقعا میشد بزنی پس لمبه. من اسپید رو زدم، بگو به به. اونجا داشتن بازی گوشی میکردن، اونجا داشت توپ رو پرتاب میکرد، برای اینش توپ رو پرتاب پس لمبش پیدا بود. ببینید سوژه میدن دست عموتا. این دریوس اومد از جلو قشنگ با دابل پشنایپ بزنه عموتا، ولی خب نتونست. یخو کاشتم ایکس ام پشمو خالی کردم تو پشماش داشت بازی گوشی میکرد، مدکیت داشت میزد. فکر میکرد من نمیبینم، فکر میکرد من سوس خولم. اینجا اون پس لمبه، باز پس لمبش گیر کرد. نمیدونم چرا هرچی میزدم توتی مثل توتی هر کاری احسن. نه اینجا یعنی گفتم نمیتونه که مثلا چیز کنه کاری انجام بده. به اصطلاح آقا هر کاری اون میکرد منم انجام میدادم. سوپر مدکیت هم زدم که دیگه آقا کارو جمع کنم دیگه، که دیگه آقا نتونه مثل من انجام بده. دریوس تقلید میکرد، هر کاری من انجام میدادم اونم انجام میداد. ولی خب تو فکتوری اصلا خیلی خوب بود. اینجا یه سری عده بات اسب اینجا نگاه کیلشو خوردم به همین راحتی. سگ خوری هم بچه‌ها اینجا حلاله تو این همچین شرایط. نگاه مثل اسب داشت نگاه می‌خواست منو به پس لمبه، که نمیدونه من میزنم پس لمبه. یکی دیگه بالا اون بازیگوش نگاه پرید پایین پس لمبه به صورت پای در پای یا تو اسکوپ پس لمبهش خورد. بگو به به. سوپر مدکیتو میزدم اینجا بگو پس لمبه، فقط پس لمبه. ای وای دیوس میبینی کیرم خورد، ولی اشکال نداره. اینجا ما میریم اول اونی که بود همون بالا اومد پایین داشت بازی گوشی میکرد، میریم با سرعت بالا بگو به به که چیز نکنه. آره پس لمبهشو که زدیم حیف نشه دیگه، یکی دیگه کیلو نگیره. دریوس داشت که همه کیلو رو میگیره. پس لمبه رو که زدیم تموم کردیم. اینجا اومدیم پایینتر، خب فرار کردم. اینجا یکم دوتا توپام چسبید. آره دوتا توپام چسبید، گفتم الان میاد میریزم تو سرم همه رو. یاره خودشون دست به یکی میکنن منو میکشن. ولی خب گفتم نه، دل زدم به پشم، گفتم برو باید ریوایو بدی. ای بازی گوش رفتم برای ریوایو. ببین اینجا یکم سوسکی کمپ میکردم، فکر میکردم هنوز انمی هسته تا دیدم خود مستر بامشات هسته. ببین اینجا مثلا نگاه یواش سوسکی اینا لوتا رو جمع میکردم، از لابین این یخا ما لابین اینجا لایی بکشیدم. اسکواد رو ریف دادم. بگو به به. همینجور داشتم میرفتم جلوتر که دیدم یه دفعه چی شد، از اون پایین یه سوسک مارمولک از اون گوشه اومد. ببین یه دونه سوسک از اون پایین همینجور لیز خورد اومد داخل. نمیدونم چه جوریه داره پس لمبه. ببین پس لمبه ها رو اینجا میزدم. اینجا کیلش هم زدم، هم خودشو زدم هم قیمشو برداشتم. آره اینجا نگاه از پلا رفتم بالا، دریوسان بالا کمپ بودن. خب نامردی کردن، ناجوانمردانه ناپسندانه حرکت زدن رو من. اینجا نگاه از پشت یخ نمیدونم از پشت چی زد منو. اینجا بغل لستم انمی لوش اینجا چیکار میکنه من نمیدونم واقعا. این همه من انمی اینجا کشتم، هیچ کس اینجا نبود که من اصلا نمیدونم واقعا. باز اومد ریوایو هم دادم اینجا ناک شدم. اصلا هر چی ریوایو میداد مثل سگ ناک میشدم اینجا. دیگه اینجا آقا مجبور شدیم کارو بسپاریم دست تیم هم که دیگه آقا از اونجا آدریان با وود کفتر میزد، اینم که دیگه جارو برقی رو برداشته بود همه رو داشت جارو میکرد با AK 47. خلاصه سینا هم که دیگه بهشون ملحق شد و یه دونه از این پورتالا هم اینجا بود. گوز پیچک گرفتن که کی بره داخل این پورتالا از کجا. اون یه دونه اونجا مثل سوسک داشت فرار میکرد، پس لمبهشو زدن. خیلی راحت خاصان بگو به به. فقط اونجا فکر کنم یه دونه دیگه مونده بود که دیگه اینا یه دونه هم می‌کشتن. اگه یه دونه هم می‌کشتن یه کلا کار جمع می‌شد و آره کلا خلاصه بویا می‌شد مچ. و به همین راحتی و خوشمزگی که دست کردیم تو پشمای کلا انمیا کارو جمع کردیم. بگو به به. بیا آقا پشمام بازی کن. احسن.